مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. کسی از جاش نجنبد. نزدیک نشو. گذار و جایت گذار. ایسته. بس کنید سینون گذار. خواهش میکنم نباید رو. این طرف گذار. سینون تو کاردار نشو. سینون تو کاردار نشو. سینون نجای نیست. یه پرانم گفتم. کاردار نشو. نبرو رو سینون. تو کاردار نشو بلا. سینون برو. دف شو. با من رو برو نشو. کچه رزیل، کچه خاین، گذار به این طرف، گذار کچه خاین. بزانو گفتم، بزانو گفتم کاری نم از اینجا دفت شو، گم شو از نظرم، نمیفهمی دفت شو. دکتر یبلا رازل تو ما رو فروختی. تو را یک لحظه هم زنده موندن ممکن نیست. خواهیم که چی بدبخت. کلمات را عرضه کن، کلمات را عرضه کن گفتم. گوی زودتر، زودتر. با چی گفتم زودتر. این تو زاید زودتر. دمه خود را گیره. با دقت باشد بچه ها. با دقت باشد. با دقت شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید. نترسید خلای دیلو. مشتر را حمایت کنید. مشتر بر این خواهیم را. زودتر زودتر. مشتر را حمایت کنید. زودتر زودتر. پرانه پرانه. با دقت باشد. کودکانهای احتیاط کنید. احتیاط کنید. پلیسه احتیاط باشید. پران میگویم. من با شما میدیم زینده خویی. ایست. مرو سر ده مجده. نه کجا سینون مرو میکشد. اگر نگریزم مرو میکشم مجده. ایست. با خدا او مرو میکشد مجده. من مردن نمیخواهم. باز یک چند زخمی ها هستم. مراد میمورم مجده. خونی بسیاری رفته است. حالتش بسیار وزنی است. کجا ایست. ایست. مرو پراندن میخواهم. اگر سخنانی مادر درست باشد تو حتی یک مرچه رو کشته نمیتوانی برفی. ایست کجا گفتم. اکنون سینون مرو میکشد. دفت شو. دکتر یبلا، دکتر پلیس دفت شو. از اینجا رو زود. مادرم رو بسینم. این زن رو گیرو دفت شو زود. به مادرم با یک آنجا نمیرم. ابلا با اونجا درآمدی دیگر نمیبرایی. تو مادرم رو نگیرم نمیروم. نمیروم سینون. شرف مدیا تقدیم میکند. رو بکار دفت شو. اگر نه تو رو زنده نمیگذارم. شما هم پرانه نیستید. میمیریم و تسلیم نمیشویم. آنها رو نیست نابود میسازیم. پرانه نه پرانه. نه پرانه. راهی زیلانو میمایم. نه پرانه. نه پرانه. نه پرانه. نه پرانه. بخش کنه. رفتیم بیسرم رفتیم. پراندم را دوام که حسین چیه؟ پرانه وقتی سینون و آدمونش از یه رفتن ما فهمیدیم که آنها آگاه شدن. زود به اینجا آمدیم. خوب کردید. خدا از همتون راضی باشه. خدا از فهم راضی باشه. من با شما نهایت گفته چی ها بودم. میگویی؟ چه نهایت؟ مگر این خیلی میشود. زینب رو نیافتی بیسرم. زینب در اینجا نیست. پراندم را بس کنید. کچه آمد. پراندم را دوام
حالت خوب است که زودتر از اینجا رویم. برمیگردیم. تو مادرم رو نگیرم از اینجا نمیرم. میگردی پسرم. بیشترم چارای دیگر نداره. آنها از ما زیادن. آقای حامید راست میگه. رفتیم پسرم. برمیگردیم پسرم. به مادرم نمیروم. من هم ماشینم را مونده میروم. خودت دیده ایستاده ای که علاجی دیگر نداریم. بیا رفتیم. زودتر بده برمیگردیم. برادرم بده برمیگردیم. خائنونی کسان شهر گریختن گیرید. حالا میبینید. بچه‌ها بچه‌ها اینجا بیاید. زخمی ها رو از اینجا گیرید. دختران در کجایند؟ به اینجا بیاید. دختران زودتر باشید. آدمانمون یرادار شدن. آنها رو تبابت کنید. زودتر. اطاعت سینان حاضر همه‌شان رو میگرونیم. یک دمیز. زودتر نزدیکتر بیا. با من گوش کن. از نزد غار یک قدم دور نمیروی. اگر مادر دختر گریزد تو را زنده نمیمانم. روا کن. زودتر. صحت میشوی. توقت کن. صحت میشوی. او رو هم پراندن. جراحتش وزنی است؟ نخواد. کچه در کجاست مشته؟ کچه کجاست مشته؟ از تو میپرسم. کچه در کجاست مشته؟ سینام کچه گریخت. چه؟ گریخت؟ چل گریخت؟ ابلا گبزن میگویم. گبزن چشمت در کجا بود که او گریخت؟ وقتی که مراد زخم دار شد با هم مشغول شدم. بگو چی؟ دیگر میرم. خیلی جایم. خیلی راه گرد. تو را میکشم. راه گرد ابلا راه گرد. حتی با مردن هم نمیارزی. بچه ها باش. دکتر آیین ابلا با این طرف شما. با این طرف گذار گفتم. با این طرف سینان التجا میکنم منو رها کن. به نزد پسرم از ندارم. دم شو دنی ابلا. دم شو. سلاح را با من ده. اکنون خودت دم شو. گرین سلاح را. او را در اینجا پاسبانی میکنی. اگر باری دیگر خطا کنی تو را نیست میکنم. آتش میزنم. فهمیدی؟ آیسته در گذاره. رویش را پوشید. چرا نگاه کرده میستید؟ نمیبینید که مردند؟ برده آنها را گرانید. زودتر. مرده ها رو نشسته چطور رو میگرونیم؟ به دعا و جنازه؟ چل دعا چل جنازه ابله. تو چه میگویی؟ سینا خوبم را که خاموش. تا امروز چطوری که گراندید باز همانطور میگرانید. روید. دم شوید. شما باشید. رفته با زخمداران مشغول شوید. الو توی بلا سرم موج نیست. حالا ایست دکتر. همه این بلاها را تو به سرم آوردی. نمیدانم که چرا سردارانم تو را حمایت میکنند. با من میبود تو را زنده نمیماندم. کایها خوراکی کرمها میشدی. دیلو لبای با بیمرده رو گذران. مایلش آقای طاهر. اگر خواهید به کل بچه‌تون رفته استراحت کنید. نمیخوام دیلو. آخر حالتون خوب نمی نموید. خوبم. کچه در کجاست خاله زیلال؟ در خانه من پسرم. خسته می نمایی. رفته کمی استراحت میکردی خوب میشد. با من دیگر هیچگاه استراحت کن نگوید. فهمیدید؟ چی شد خاله زیلال؟ نمیدونم دخترم. با من دغلی کرد و رفت. با من همچنین کرد. برای مادرش غمگین است.
انا دکتر اومد مجروحان چه حال دارند؟ دکتر مجروحان چه حال دارند؟ همشون خوب بشوند انشالله. شکر. رئیس حالا هم از دو خبری نیست. باید زود به سربازان زنگ زنیم. خودت میدونی که تلفن کار نمیکنه دکتر. هر وقتی که ما به سربازان زنگ زدنی شویم تلفن شما از کار میبراید. من چیکار کنم؟ از کار برآمده است. تو هم به یک جای زنگ میزنی کی؟ در اینجا چی رو انتظارین؟ در کجا بودنی مادرم معلوم. بیاید همه یک جای رفته او رو نجات دهیم. تو رو میفهمم لیکن این آدمان زن و فرزند دارم پسرم. راست پسرم خدا نگه داشت و ضرری زیاد ندیدیم. آقای زین الحق است. اگر از بینشون یگون کس شهید شود آیدهش رو کی صاحبی میکند داماد؟ نادرست نفهم پسرم. بله پسرم زن و فرزندانشان به سرپناه میمانند. من بر شما چند مرتبه گفتم که بر ضد تشکیلات مبارزه بردن اهل دهت بیعقلی است. راست میگویید من حق نیستم. حیات اینقدر آدمون رو زیر خطر گذاشتن درست نیست. بیچاره خیلی اذیت شد. کاش از دستمان می آمد و با او کمک میکرد. نمی آید. پراکنده شده به خانه های شرف مدیا تقدیم میکند خیرت اینقدر تلفاتی زیاد نداده بخوابید. حق شد که پسرم گریه نکن پسرم گریه نکن. مادرم در دستشون است. چطور گریه نکنم؟ شما چرا اینقدر برای دل برداری میکنید؟ گریه نکن پسرم. استراحت کن پسرم. با دقت باش پسرم. برای چی با من مثل کودک رفتار میکنید؟ شما دایم او رو به یادم میارید. آخر شما مادرم نیستید. خاله زیلال نیستید. مادرت هستم پسرم اما گفتن نمیتوانم. گفتم که پسرم تو را به جای پسری مردم برات گذاشتم. مهرم به تو برای همین است. خاله زیلال. خاله زیلال. خاله زیلال. داماد پسرم ما به خلاصه آمدیم که سرداران ده رو جمع کرده به نزد جناب سبا رویم. به یگان خونریزی این مسئله را حل نمودن لازم. حاضر به نزد جناب سبا می رویم. بیایید رفته این کار را زود حل کنیم. رفتیم زودتر می رویم. رفتیم. برای دام گذاشتن سنان سیاد اسیری سید خود شد. برمش دکتر گناهکار. دکتر مثل ما است. اجازه دهید که او را نابود کنم. نمیدهم سنان. چرا او را کشتن ممکن است؟ او خودش کیست؟ این آدم کیست؟ سوال نده سنان. سردارانمان همین طور خواستند. نه تو و نه من حقوق سوال دادن رو نداریم. فهمیدی؟ خوش آمده جنابان. جناب سبا را دیدن میخواهیم. آدی رفته خبر میدیم. خب رفته خبر ده. تو اینجا من پسرم. بله پسرم تو همراه ما نه در روی بهتر است. پروا نکن. مادر دکتر حال هم در دستت. حساب برابر است. که اگر نقل کند احوالمان بد می شود جناب سبا. سرمان از بلا خلاصی نمی یابد. حالمان بد می شود. اگر نیتی گریختن کنیم به کجا رفتنمان را نمی دانیم. نترس. این ها سربازان با عملیات های دیگر مشغولند. به این نزدیکی ها به دهن نمی آیند. جناب آقای زینال همراه یک چند رئیسان ده اومدن. دارم با اونجا دارم. سلاحات را گیر. زودتر وای 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 وای. خوش آمدید مرحبا. خوش باشید جناب سبا. سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمدید مرحبا. خوش آمدید. خوش باشید جناب سبا. مرحمت کنید. همه شمایان را یک جا دیده خوشحال شدم. مرحمت گذارید. مرحمت گذارید. خوش آمدید. گذارید. مرحمت. ایوا چرا راست استاده ای؟ زود برای مهمان ها یگان چیز آماده کنید. یگان چیز لازم نیست سبا. مسیحتم را میکنیم و میرویم. مگر این خیل می شود آقای زینال؟ پسرم یک کرسی آوردن جا گذار. زود رفته تو رو بینید.
خوش آمدید خوش آمدید خوش باشید خوش باشید خوش آمدید از آمدنتان شادم خوش آمدید مرحمت کنی گپ زنید میخواهیم که تشکیلات مادر دختر را همراه معلم زینب آزاد کند. فکر میکنید تشکیلات سخنی مرا گوش میکند؟ جناب سبا ما همه چیز رو میدونیم. به خدا خطا میکنید. جناب سبا لیکن مردم این طور نمیگویند. از نام برآوردن جان برایت بهتر است. آقای دکتر و معلمه برای این دهه ها کارهای خوبی زیادی کردند. دکتر حتی پسر شما را هم از مرگ نجات داده بود جناب. همه کردیم با هم برادریم. یا تشکیلات این دو نفر را میدهد یا اینکه کار با خونریزی می انجامد. این را دانستمان جناب سبا. برادران شما با من چنون گپ میزنید که گویا من آدمی تشکیلات باشم. ما گپمان را گفتیم جناب سبا. مادر دکتر و معلمه را برگردانید. معلمه را نجات دادن خیلی دشوار است. او شاید در آن طرفی سرحد باشد. سبا دخترم را برگردانید. به من کمی مهلت دهید. من نیز کاری از دستم آمده را میکنم برادران. شاید یگان کار کرده توانم. چی گویم؟ خدا بزرگ است. اگر او را کشم گریان شوشم میکند که شوشم میکند. چی شد آقای زینال؟ جناب سبا مهلت خواست. من خودم رفتم با هیچ یکم نیست. همین صبر کن. انتظار میشویم ببینیم چی میشود. انا بعد کی بودن جناب سبا رو میفهمیم. باز خدا میدوند. شاید بیگناه باشد. به هر حال صبر میکنیم. رفتیم هنی رفتیم. حالا ایست دختر. یک روز نیز یک روز تو رو میکشم. کاش من هم مثل تو یک فرزند میداشتم. انشالله روزی میرسد که شما هم صاحب فرزند میشوید آقای کیچه. این ناممکن است دیلو. من اصلا نه اویله‌دار شده میتوانم نه صاحب فرزند. برای من دیر شد دیلو. کاش در وقتش مرا به دوست داشته میدادند. لیکن ندادند. برای پول شدن ما را از هم جدا کردند. دیلو من میروم. کیچه یک دمیست به تو گپ دارم. پسرم وقتی به سویم داد زد قلبم بلرزه در آمد. اگر مادرش بودنم را میدانست مگر به من دغلی میکرد. کیچه یک دمیست. کیچه در کجا بودی؟ شما را در نقطه طبی فکر کرده به اونجا رفتم خالای زیلو. کیچه دخترم تو گریه کردی؟ خالای زیلو از من رنجیدید خالای زیلول. نه پسرم استغفرالله. مرا ببخشید خالای زیلول.
خودم رو اداره کرده نتوانستم. مرا ببخشید. ذکر نشو پسرم. مادرت انشاءالله از دست آن ظالمون نجات مییابد. شما هم ذکر نشوید خاله زلال. هم برفین و هم خدیجه روزی به نزدتون برمیگردند. براتم پسرم، او را هم از دست دادم. غم نخورید خاله زلال. برای برات یکان کار کردن نمیتوانم، لیکن برفین و خدیجه رو حتما نجات میدهیم. برفین دخترم، برفین التجا میکنم مرا رها کن. کنشینید، بهوده زاری و تولو نکنید. به شما کمک کردن نمیتوانم. مجده، احوال مراد خوب نیست، تو را دیدن میخواهد. تو اینجا مان. کنی در جایت شی. مراد باشه، با تو یک چیز میگویم. گپ زن مراد. تو دختری بوی صوفی مرا به کفن و جنازه میگرانم. التماس میکنم مرا با مثل مسلمانان به خاک سپار. میدونم گناه زیاده کردم، لیکن ناامید نیستم. هدیه خاطرم پاکیزه رود. این آخرین خواهشم است. خواهش میکنم پی مجده. اینجا بیا، نفسش رو سنج. چه شده؟ مرد است. بدری، مراد مرد است. بیا برانیم. او رو کجا میبرید؟ و کجا میشد؟ برای گرانیدن. چی خیلی برای گراندن؟ زود باش مجده. باز چطور میگراندیم؟ مراد وصیت کرد که او رو به طهارت و جنازه نگرانه. در اینجا هم مرا همین طور میگرانند. آی در کجا میگردید؟ این آدمان کجا شدن؟ در کجایم؟ در کجا میگردید حیوان ها؟ کجا میگردید؟ کجا؟ همینجاییم سینو. در کجا میگردید؟ لبه سینم. تو در کجا بودی؟ مراد مرد، او رو برای گرانیدن بوده. تو با مرده ای مراد چیکار داری؟ چیکار داری؟ تو باشید راه گردید. حیوان ها گذارید. بدانم گذارید. بدانم گذارید. کجاست این زن؟ زن را گریزاندید ها. همتون را نابود میکنم. تو را باشد آتش میزنم. العشائر كلها توحدت وكلهم واقفين ضدي ومصممين انه نرجع امه للدكتور والانسه زينب. اسمع لك يا عمر اغا، انت اللي بعدت عن العشاير، بعدت كتير. لازم تفوت بيناتهم
وتشوف مشاكلهم، ولازم دائما تلبي لهم طلباتهم. وطيب أنا شو فيني أعمل لهم؟ شو بدي ساوي لهم يعني؟ وعم تسألني كمان؟ شو أنت ما بتعرف هالناس يعني؟ كم مرة قلت لك هدول متمسكين بالدين، وأنت لازم تسايرهم يا عمرو وتعمل حالك واحد منهم، ولازم تكتر زياراتك على جامع الضيعة وتصلي معهم جماعة، ووقتها أكيد رح يسمعوا كلمتك. بس أنت بتعرفني إني أنا ما بحب روح على الجامع ولا بعرف صلي، يعني شلون بدك يعني أتحمل هالوضع؟ لازم تتحمل. إذا كنت ناوي تكسب الأغوات لطرفك معناتها مجبور إنك تعمل هذا الشيء وتورجيهم إنك متدين. بعدين أنت شو بتطلع قدام اللي قضوا سنين وهن عم يمثلوا إنهم متدينين قدام العالم؟ يعني على القليلة أنت وضعك مرتاح وبتفوت على بيتك وبتاكل وبتشرب وبتعمل كل شيء بدك إياه، وإذا عم قلك تحمل كم ساعة بتلاقيها تقيلة؟ معقولة الحكي؟ شوف، الموضوع مو بهالسهولة مثل ما عم تفكر. هذا جامع، يعني أنا بالجامع مثل ما بعرف كيف بحس لما بقعد دقيقة واحدة بالجامع كأني قعدت في سنة. عم تفهم؟ ماشي الحال، رح أعمل مثل ما قلت، بس هلأ لازم نلاقي حل مشان الرهائن. شو بدنا نعمل مشان هالشغلة؟ العشائر هلأ عم تستنى خبر مني، يعني إذا ما جاوبناهم بسرعة أنت بتعرف شو بيعملوا. إيه بس نحن ما بنقدر نوافق على كل شيء بيطلبوه منك. شغلة الآنسة صعبة كتير، أما أمه للدكتور فينا نسلمها. بتقول لهم سلمونا رشا وياخدوا أمه للدكتور، لأنه إذا حكت رشا كل المعلومات اللي عنا رح تكون مصيبة إلنا ورح تروح علينا. فهمت علي؟ كيتشا 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 كیچا چی میخواهی؟ برای خاموشی شدن من رو جر زدی. گپ زن آخر. تنها با تو صحبت کردن میخواهم. در کدام موضوع؟ چیکار میکنی؟ تو یک به من نگاه کن. کیچه سلاح بده است. میدانم مرا گناهگار میکنی، لیکن خودت میدانی سببکاری همه این کارها پدرت است. بهانه نجوی یشار. من به خاطر تو شده تا به حال به کسی دیگر خانه دار نشدم. از خانه گریختم. تو را در کوه انتظار شدم. پدرت هر دویمون رو هم میکش کیچه. از مرد ترسیدن عشقمان رو نابود ساخت یشار. من از روی تو شده سیلاب به دست شدم. حیاتم سو. تو باشی چی کار کردی؟ کیچه رو از فکر و خیال دور ساخته اویله دار شدی. صاحبی زن و فرزند شدی. اما نتیجهش از یک طرف زن و فرزندانت یشار، از طرفی دیگر باشد که چه سلاح بد است. حاکمتش معلوم نیست یشار. درباره همین گپ میزنیم یشار. من اویله کسی رو ویران کرده نمیخواهم. هر کس با راه خودش. چیزی که گویی حق است کیچه، لیکن من تو را فراموش کرده نتوانستم. وای وای وای، عاشق و معشوق رو بینید. چی شد؟ چرا گریه میکنید؟ تو کاردار نشو. با تو چه فرق دارد که چرا گریه میکنم؟ ببخشید، با شما کمک کردنی بودم. دیلو مرا ببخش. انسانی در کوه زندگی کرده حتی طرز سخنرانی رو فراموش میکنه. با یشار روبرو شده، با هم صحبت کرده، از همین سبب گریه میکنم. درباره هر دویتون بسیار شنیدم. در دیگه پیوسته نقل میکردم. من آن وقت خردسال بودم، لیکن در خاطر دارم آقای یشار بسیار عذاب کشید. بعد پدرش رو مجبورن آیله دار کرد، لیکن خوشبخت نشدم. به قریبی پسری کلانیش گریخته به تشکیلات همراه شد. دلو بگوی، تو دوست داشته داری؟ گفتن نمیخوایی، اما با کسی عاشق بودنت معلوم است.
با تو یک چیز رو گفتنیم که با قلبت گوش کن. از عاشق دست نکش. با او خانه‌دار شده خوشبخت شد. همه آرزوهای انسان عملی نمیگردن اپای کیچه. دیلو داروهای کودک رو میدهی؟ البته آقای طاهر، البته. شما رفته استراحت کنید. جانکم. غم نخورید آقای طاهر. انشالله به قریبی هم مادرتان و هم زینب به نزدتان برمیگردند. نمیدونم دیلو، نمیدونم. آمدند. زود باشد، زودتر باشد. ابلهان نهاده برا، زودتر. با یک چند نفر رفته آن زن را یابید. زودتر باشد. از پسش شوید. تل و تیپه نمانده همه جا را کابید. روید زودتر، روید تا نیابید بر نگردید. روید ابلهان نهاده برا. Örgüt içinde liderimize baş kaldıranlar gün geçtikçe artıyor. Diğer servislerin elini üstümüzden çekmek gerek. Sarışınları devre dışı bırakmanın zamanı geldi. Salak herifler. Bir kadına sahip çıkamadınız. O kadının ne kadar önemli olduğunu biliyorsun. Eğer geceyle takas edemezsek örgüt çok zarar görür. Ne yapın edin o kadını bulun. I am ready, Imam. How was the red area? Sir, I'm fine. I don't have any problem. Stupid. Who asked you? I asked the area. The area is bad. There are military operations. In addition, they are planning to purge the Hizb group and us. Is there any existing support network over there without our endorsement? You're right, sir. I agree with you completely. You will see who is going to do the project soon. We can kill them by the Turkish military if you want right now. How? Direction finding. I mean, if we repair their wireless communication network, their location will be known. Understand? The doorbell is ringing. I'll call you later. چی واقع الهام؟ پنیرها رو با ماشین بار کردن می‌آورند. این دفعه بارها رو در کجا پنهان میکنیم؟ از همه جای به خطر اینجاست. برای همین فکر میکنم در خونه شما پنهان کنیم بهتر است. شما میدونید که این خیلی خطرناک است. بله، اما حالا چاره دیگر نداریم. پنیرها به قریبی رسیدن میآیند. چه خیلی که نباشد از این هیچ کس شبهه نمیکند. 1 ساعت پیش از نماز بامداد پنیرها رو به خانه بیار. اگر مبادا یگان کس دید برای زودروز تحفه فرستادن میگویی. فهمیدی؟ فهمیدم. الهام، یک زن از تشکیلات گریخته است. او برای آنها خیلی مهم بوده است. مایلش. چه؟ از تشکیلات یگان خبر هست جناب سبا؟ هست آقای زنال. به خدا به خاطر تو با تشکیلات جنجال کردن دکتر. معلمه رو نمیدهند، لیکن بر عوض کیچه مادرت رو برمیگردانند. کیچه به دولت تسلیم شود.
جناب. خودت میدونی دکتر، آنها سلاح بد هستند. از آنها ترسیدن لازم. از دستشون هر کار می آید. اگر کچه را ندهی شاید مادرت رو به قتل رسانند. از من تنها گفتن. میرویم. چه؟ با فکرم اینجا نیست. من با دیگر دیگه اومدم. من دیگه آبی کلان رو میجویم. چطور به اونجا روم؟ جواب دیگه داخلی. خانم به تو جواب دادن نمیتواند. هم کر است و هم گونگ، هم از عقل بیگانه است. بیچاره. شما کیستید؟ نه ترس خانم، من امام همین دهام. من دیگه آبی کلان رو میجویم. آبی کلان خیلی دور است. معلوم است که دوچار یگان ناخوشی شده اید و این جایها را نمیدانید. من مادر دختری دیگه آبی کلانم. مادر دکتر؟ بله. تا جای من میدانم مادر دکتر را سلاحداران برده بودند. بله، لیکن من از دست سلاحداران گریختم. گریختی؟ من باید به دست پسرم روم. خواهش میکنم به من کمک کنید که به دیگه آبی کلان رسم. در این بی وقتی رفته نمیتوانید. در تاریکی کوهها خطرناکند. امشب در خانه من مهمان شو. فقط نفری را همراهت میفرستم. تو را به نزد پسرت میبرد. بیا با من. رفتیم خانه من در آنجاست. خانم من در این دیه 10 سال باز امام هستم. از من نترس خواهرم. بایلش آقای امام، امشب مهمانتون میشوم. کاری درست میکنیم. بیا رفتیم. بیا. در حوله رئیس لطه سرخاویزان است. یعنی سربازان به ده آمدن. به ده رفته نمیتوانیم. حالا ایز مجده، اگر مادری دکتر به ده رفته باشد تو مردی. به ده رفتن یا نرفتنش رو از کجا میفهمیم؟ هیچ گپ نه. به خانه سبا میرویم. در آنجا شبا ما رو روز کرده یک بار وضعیت رو میفهمیم. خیزید همه تو میرویم. راه گردید بچه ها، راه گردید. کزبان اینها چی هست؟ چه خیلی که میبینه دیر بوسد؟ من اینها را دیگر فکر کردم. چرا اینها را آویختی؟ دافکن اینها را. تو چیکار کردی؟ چرا همه اینها سرخن؟ احمق بیفهم. از سرت مارد این رنگتمو لباست هم. فهمیدی؟ رنگ ما سرخ بشد. ابی من شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا مناسبت و از نوارهای نو خبر شوید. یکان لباس نمیآویزی. فهمیدی؟ اکنون اینها رو چرا خشک میکنم؟ اول رفته خانم رابیه رو میگیریم، بعد برای زینب مبارزه میبریم. اگر کیچه قرارگاه رو به سربازان نشان دهد زینب رو هم نجات میدیم. راست میگوی حامد، لیکن آنها از کیچه دست نمیکشند. فکر کردنتان بیهوده است. بهترش من رفته به تشکیل تسلیم شوم. نه دخترم، تو را میکشند. برای نجات خانم رابیه راهی دیگری نیست. تو چی فکر داری دکتر؟ رفته و سبا گوید که کچه رو با تشکیلات می سپاریم. این چه می شود پسرم؟ کچه را دیده و دانسته و سوی مرگ می فرستیم؟ خودت گفته بودی که برای آرام و آسودگی منطقه کچه را باید به سربازان سپاریم. داماد گفته بودی که معلومات های دانسته کچه خیلی مهمند. مرونو درست فهمیدید. نخود که چرا با سوی مرگ فرستیم. این از روی انسانگری نیست. میدونید من یک فکر دارم. با اونها دو میگذاریم آقا زینب. آدمانمون راه کمی پیشتر با جایی که کچه رو باید دهیم میبریم. اگر سینان رو با آدمانش دستگیر کنیم کچه رو با اونها نداده زینب و مادرم رو گرفته میآییم. انشالله. شاید برفین رو هم نجات دهیم. البته. اپای کچه مادرتون اومد. مادرم اومده. بیایید رفتیم.
مادر دخترم مادر جان هیچ در اینجا بودنم راست کجا فهمیدی؟ همه این را میدانند که چه در دهه آبی کلان است میگویند به سربازها تسلیم میشوند میگویند مادرت قربانت شود دخترم. اگر مثل گفتت شود برفین را هم گرفته بیاریم همین طور بسیارم. البته خلای زیرال تشکر. یعنی تسلیم بشوی خوب فکر کردی او هم خواهرت حساب میشود. دختر جانم همش با عیبی ان همین ابله شد جنابی سبا. کاری بد شد سینان. از پسش رفتیم لیکن گویا به زیر زمین فرو رفت یک باره نیست شد. من با سردارانمون وا خوردم. بری وزی مادری دکتر کچه رو گیرید گفتند. این زن حالا در کجاست؟ در دهه آبی کلان. شاید کایها به نزد دکتر رفته باشد. این طور که باشد کچه هم به سربازان تسلیم می شود و بعد حیاتمان می سوزد. ایست اگر چونی می بود دکتر داد و گریفت رو رد می کرد و به رئیس هم خبر می داد. آن زن به دهن نرفته است سینون. السلام علیکم. و علیکم السلام. السلام علیکم. السلام. السلام علیکم آقای امام. خدا از تو راضی باشد پسرم. پنیر در راه سحری بر وقت اینجا می شود. با دقت باشید کسی شبه نکند. اگر دستگیر شوید نقشه 100 ساله همون برباد می رود. خاطر نشوید همش خوب می شود. باری اول نیست که این کارو میکنید. چی نگاه میکنی؟ کنی رو از اینجا رو گفتم بدم شو از اینجا. شرف مدیا تقدیم میکند تو کسی؟ از من چی میخواهی؟ خدایا مرا از این دیوانه نجات ده. باید هرچی زودتر مادری دکتر رو یابیم سینان. میدانم جنابی سبا میدانم. جناب آقای زینال و دکتر می آیند. چی؟ باز پیدا شدن. زودتر آنها را هیچ روز ندادن. زودتر بیا مجده. وای مرحمت درایید. مرحمت گذشته شدید. مرحمت. وقتی نشستن نداریم جناب سبا. برای با شما شرطنامه گذاشتن آمدیم. خوب بسیار همکاری خوب کردید. ما یک شرط داریم. چه شرط؟ کچه رو نمیکشند. با خدا اینش در دست من نیست دکتر. من در بین تنها یک میانه روم لیکن شرطتون رو میگویم. مادامی که چنین است از شما خبر را منتظر میشویم. مایلش شما از من خبر رو انتظار شوید. ایباد مهمانان را گسل کن. خیر خوش آمدید. رای سفید خوش آمدید. باز بیایید. سینون برای کچه رو دادن راضی شدن. برای واسش ما چی میگیم ها؟ اگر کچه رو گرفتن نتوانیم سرمان در بلا میماند. معلوم میشود باوری دارم که آن زن حالا هم در دستی من است. یعنی چی طور؟ نمیدانم که کیها گریخته است. خیز مجده خیز. نگرید اگر سری یگان کس را این طرف پوشانده بریم دکتر از کجا میفهمد که او مادرش نیست؟ یک نفر را مثل مادری دکتر میکنیم و تمام. از دور نمیفهمند لیکن وقتی که نزدیک آمد میفهمند. کچه را بینیم کافی جنابی سبا. از دور او را به قتل میرسانیم تمام.
و برای تشکیلات مرده و زنده کیچه یگان اهمیت ندارد. گیر خور نهاری نکرده میروی یشر؟ نه نمیخورم دیر میمونم. من رفته کمزیلت رو بیارم. شیر بچه های پدر یشر هبو خونوک از کمزیلت رو پوش. تشکر کیچه. پدر جان همراهه. نه یگان وقت دیگر. پدر جان روه. نه پسرم دیر ماندن خوب نیست. یکان وقت دیگر مایلش. بخیر است انشالله. زنجه چکار میکنه فکیچن؟ او زن دارد ای نیست مدر؟ تو چی ها میگویی؟ چلای؟ آقا یشر اویله دارند. اگر زنش فهمد میدونید شما رو چکار میکنه؟ تو چی گفته ایستاده ی احمق؟ چی شده است؟ بگذار شنود. ما رو دیوانه نکن که از دهانت میپرانم دختری رئیس. تمام اپیکیچه. با خدا دیگه هیچ نمیگویم. کیچه زود باشید های دیوانه تو در اینجا چی میکنی؟ کمی رو از اینجا دف شو. دیوانه ابلا. چی شدی هم؟ نه هیچ کم نه. باز همون دیوانه. مسئله رو حل کردی؟ حل کردم. یکون کس شما رو تعقیب نکرد. هیچ کس تعقیب نکرد. بیاید آهسته آهسته تر احتیاط کنید. بیاید به انبار درارید. احمق راست بود چکار کرده؟ احمق مبادا اگر میترکی از تو نگاه کردم میایی. در اینجا چی کرد؟ آوازتان رو شنیده خرابی شدم. در اینجا چی واقعیه؟ درو گفتم خانم درو. خدایا من به کجا افتادم؟ این آدم ها کیستن؟ نقشت خوب لیکن برای کیچه را پراندن یگان نشانزنی ماهی لازم. میرزا لابسینم انا همین پهلوان از عهده کار میبرد. جناب سبا شما کیچه را مرده فکر کنید. خوب پهلوان آفرین رفته خوراکت رو خور. بخیر از زکو؟ جناب میخوام پرسم که یگان چیز لازم نیست. نه لازم نه. خب اشتهای تام. به شما اشتیای تام. با کجا مجده؟ رفته کمی استراحت میکنم سینم. وقتی که پرنده بری خوردی عقلت هم مثل پرنده میشود. تو دختر رو با حالش گذار سینان. وقتای آخر از حد گذرانده ایستاده است. از او زودتر فدایی آماده کرده خلاص شویم بهتر. خدایا من در کجایم؟ از اینجا گریختن لازم. در محکم است. باید راهی برآمد باشد.
کچه دخترم بیا به خانه درو کمی خواب کن. از این پس جای خوابی من بین 4 دیوار می شود. خالای زیلال برایتان خوراک آورده بودند. تشکر. اشتها ندارم دیلو. بسیار فکر نکنید. انشالله پگاه مادرتان نجات می‌یابند. پگاه چی شدنش رو نمیدانم دیلو. اما پگاه برای همه روزی دشوار می شود. اینجا خانه تشکیلات است. امام هم آدمی تشکیلات بوده است. مرا ترسان در اینجا چیکار میکنی؟ شما رو میپرسند. تمام اکنون رو تلفنات را خدا میارم. تو را کسی نبیدم. اکنون کارهایم را یک سو گذاشته انتظار شوم که کی زنگ میزند. انا الو رئیس. شما را خیلی پزمان شده با آقای عثمان. در کجا میگردید؟ شعباز با من گوش کن. مادری دختری دهاتون از دست تشکیلات گریخته. خود چی شده پدر؟ هیچ چیز نیست. نباید اینجا. رو گفتم آقای عثمان یک دقیقه رو برا گفتم اینجا. برا من میرم برا. الو عذر میخواهم. این راز کجا بدانید؟ زن در خانه من از شعباز رفته به تشکیلات خبر ده تو اومده او رو برم. شد فهمیدم. من خبر میدیم. گوش کنید با چه کار مشغولید؟ یا اینکه حال هم به طهارت نماز میخونید؟ به امامی به طهارت نماز را واس نگر. من که طهارت داشتم که حاضر طهارت داشته باشم. ای مایلش حالا وقت شوخی نیست. تا بازدید. خیر سلامت باشید. تا بازدید. پدر شما این تلفن از کجا افتید؟ کارت چی ها؟ گوش کن اگر در این باره به یگون کس گویی زبانت را کنده میپرتایم. دانیستم فهمیدم پدر. به هیچ کس نمیگویم. با فکرم خبر آوردم. سینان سیروزی در خرابازار میشد آقای دکتر. مادرم رو هم میارن. ها از دخترم از زینب یگان خبر نآوردی پسرم؟ نه معلم رو نمیدیهن. چو آقای حمید سیخ نشوید. اگر سینان رو دستگیر کنیم زینب هم نجات مییابد. بیایید هر چی زودتر به خرابازار رفته جایهای ما رو گرفته خاینان رو متصل شویم. کاش صفمون از این زیاد میشد پسرم. صفمون الکی زیاد شد.
همه ما نیز با شماییم. السلام علیکم. و علیکم السلام. سلام، خوش آمدید. من هم رفته آدمانم را میارم. میلش روید. دید رفتیم. من به درون میدارم خدای زیبا. که چه؟ تو میترسی؟ نه خدا دمی در گشته ترسد. من میترسم که سینان باز یگان نغمه نکند. گیر کنی میرزا خودت را نشان ده، خواهین را به قتل رسان. پروا نکنید سینان. همین خیلی میشود سینان. حتی دکتر مادرش را نمیشناسد. آفرین مجده، آفرین. سینان اینجا بیا، یک گپی مهم دارم. بخیر است جناب سبا، چی شد؟ رئیس دهه آبی کلان زنگ زد، مادر دکتر را یافتند. چی گفتید؟ حالا در کجاست؟ در خانه امام دهه قرطاش بوده است. آن امام کیست؟ آدمی ماست؟ تا امروز باری هم نامش را نشنیده بودم. اینش را من هم میدونم. تو این را کسی که نباشد به ما چی؟ به فکرم از دوستان رئیس است. مهمش مادر دکتر باز در دست ما اول رفته کاری که چه خواهی را حل کنیم جناب سبا، بعد از پس مادر دکتر میشویم. منو که چه همینجا انتظار میشویم. آدمان اطراف رو به مثل نیم در را احاطه کنند. وقتی که سینان آمد اطرافش رو احاطه کرده در را محکم کنید. سینان یگان راهی گریز نیابد. بله، نباید راه یابد. و غیر از تسلیم شدن دیگر چاره ندارد. 2 نفر را همراه دکتر مانید، دیگران همراه من. رفتیم برادران، رفتیم. آقای یاشار، شما من همراهی که چیست؟ کی میدونه چی میشود؟ در یک جای نزدیک پنهان شوید، فهمیدید؟ فهمو. بیایید رفتیم. کاش من هم با آنها میرفتم. از دست شما چی میآید خدای زلول؟ پسرم طاهر را تنها نمیگذاشتم. شما آقای طاهر را مثل فرزند دوست میدارید؟ ها، البته دوست میدارم. لیکن خدای زلول با او مثل فرزندتان مناسبت میکنید. آدمان آقای زندل کجا شدن؟ برای چی در ده کسی نیست؟ که چرا داده خانم را بیارا میگیرند. به من گوش کن، این دکتر بر زیر تشکیلات سر بالا میکنند. فراموش نکنید که یگان روز بر سری هممون بالا میآرند. رئیس، به این هم تشکیلات بلاهای زیادی را به سرمون آورد. زود باشد بچه ها، زودتر. آیسته استید. میآیند، در آنجایند. میرزا اینجا بیا. لا بایسینو. فراموش نکن، اشاره هم را انتظار میشه. بله سینو. رفته جایت را گیر. کنی رو، زودتر باش. بندها را سوس بندید که کشادنش آسان شود. نترس، هیچ چیز نمی شود. وقتی صدای تیربارانی را شنیدی خودت را زود به زمین بردار. زودتر مجده، زودتر. با دقت باشید.
خاموش هستید خانم، آزتان رو نبرارید. از من چی میخواهی؟ من رو در همینجا انتظار شوید. مدقت باشید، مدقت باشید. احتیاط کنید، احتیاط کنید. احتیاط کنید، احتیاط کنید. تو در اینجا چیکار میکنی دیوانه؟ دیوانه؟ دیوانه نه آقای امام، بلکه مبارزه بر ضد جنایتکاران. بدمین قاتل بدمین گذار، بدمین گفتم نجون بچه‌ها. خاموشید نجون بچه‌ها. من ایمام میده خراتوش برای جاسوسی کردن با دولت‌های خارجی و فروش یراق و اسلحه و ماده‌های ترکنده دستگیر شدید. امام جاسوسی کند و دیوانه‌ها بیکارستند. در اینجا آقای امام دیوانه‌ها زیادند. از من چی میخوایی؟ من چی گناه کردم؟ 10 سال است که زیر نظارت قرار داری. اگر گناهایت را حساب کنیم باز 10 سال دیگرمان میگذرد. رهایم کنید، من بیگناهم. من را مجبور کردن. من امامم، باور کنید من. یعنی بیگناهی؟ برای که کار کردنت را میدانیم. نه تنها امام بلکه یک جاسوس دولت‌های شرق بودنت را هم میدانیم. خلق ترک را با کرد و کرد را با ترک دشمن ساختنت را هم میدانیم. بدین بودنت را هم. در انبارخانه یک زن است، او را بیارید. اینها را برید. در انبارخانه کسی نیست سردار؟ چهل نیست؟ دیدم هیچ کس نیست. خانم چرا گریختید؟ گذارید جایهایتان را گیرید. با دقت باشید. که چه؟ خاموش ایستید. چرا روی مادرم رو پوشوندند؟ دکتر، ببین مادرت را آوردم. بیار. اکنون که چرا فریست؟ سینان، چرا روی مادرم رو پوشوندی؟ نباید جای آمدهش را بیند دکتر. مادر خوبید؟ مادر جواب دهید. خوب هستید مادر؟ مادر جواب دهید خوبید؟ دهانش بسته است، جواب نمیدهد. سینان، روی مادرم رو کشو. رویش را خودت میکشایی دکتر. خالای را بیارو فریسینان، من میروم. بیا که چه خواهین بیا. شرف مدیا تقدیم میکند. با کانال شرف مدیا ابونه شوید و از نوارهای نو با خبر شوید.